نام رادیو رسانی رتبه مسئولیات اسمی رادیو و تخصصی اسمانی و رتبه اخیر نيابة عن الشعب الأفغان على منحنا فرصة وحضور ومقابلة سيادتك على حسن استضافتكم وكرم ضيافتكم وعلى رغم الكثير من المشاغل وهذا التصرف ليس جديد على الشعب المصري. والدعوات دولة مثل دعوات كذا تقدم مصر جديدة بسبب تشكيل مثلا. ونشكر حضرتك أيضا على تعطينا فرصة لكي نأتي في مركز قومي للمرأة. وهمچنان با وجودی که وظایف شما زیاد است همین دعوت را که از نزدیک شما با ما کردیم جهان سپاس شما میکنیم و افتخار میکنیم که یک خانم همجنس ما به مقام بلند در مصر است و از نزدیک توجه ناس ما میکنیم. وأيضا أنا فرحان وسعيد وأن أنا وزملائي لكي أقدم الفرصة لنقابل حضرتك على الرغم من كثير من المشاغل لأقابلك من جديد من القريب. خدا کنه امی دوستی مصر با دولت افغانستان چی و طبقه پلیس چی ملکی و چی مردم هم افغانستان دوامدار باشه که همچون کورسها برایشان زندگیش مساعد شد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى لكي يكون الصداقة بين الدولة الأفغانية والدولة مصر يكون للأبد. که دوامدار باشه و همچنان ما یک هفته در کدومی پلیس آمدیم در کدومی پلیس مصر تدریس میشیم بسیار مطالب دلچسب و در مورد حقوق زن و حقوق اطفال بحث شده که ما واقعا از او بسیار والزيارة كان يكون لمدة 30 يوم والحمد لله عاد منه أسبوع ولمدة أسبوع احنا استفدنا كثير وأيضا احنا فرحانين ومبسوطين لكي يكون مرأة لمقام في المجتمع. وخدا کنه که امین طبقه ناس ما نمیتونی یک ما از اکادمی و از دولت مثل یک چیزی بیاموزد که مصدر خدمت و مردم افغانستان چی ملکی و چی طبقه ناس خود پلیس مصدر خدمت و مردم وطن شد. واحنا جينا لكي نتعلم ونتدرب في جمهورية مصر العربية واعطانا فرصة لكي نستفيد. و از طبقه ناس خواهش میکنیم بیده که از این چیزی که ما در اکادمی پلیس مثل میآموزیم در عمل پیاده بسازیم و با گفتار و کردار خود برای مردم خود خدمت کنیم و همین چیزا برشان بیاموزیم همین چیزی که ما از مصر می‌بینیم. وإن شاء الله بدون أي مشكلة الأشياء والدروس التي نأخذ ونتعلمها إن شاء الله في المستقبل احنا نعلمه ونأخذ حقوقنا في أفغانستان. و از دولت مصر جهان سپاس و امتنان میکنم با امید از اینکه همین بحث‌ها دوامدار باشد و دوستی ما محکمتر و واضح‌تر شده. نشكر جمهورية مصر العربية ونتمنى أن يكون هذا حبنا مع بعض يكون كثير ونكون تبادلات خبرات ونتمنى أن يستضيفنا مرة ثانية وكثير وهذا ليس جديد على الشعب المصري. و شما افتخار میکنیم که یک طبقه اوناس با صلاحیت در مصر یا در مثلا در هر جایی که باشه از طبقه اوناس ما افتخارش به تمام طبقه اوناس افغانستان هم است و خوش هستیم که در بین شما و از نزدیک شما را دیدیم. بسیار تشکر، جان سپاس. نشكر حضرتك وأيضا نحن مفخورين بحضرتك لكي وصلت لهذا المرتبة ونحن نتمنى أن تأخذ بيدنا في أفغانستان وفي بعض الدول من الدول النامية لنوصل لهذا الدرجة ولكي نأخذ حقوقنا. در آخر زنده باد دوستی جمهوری اسلامی مصر با افغانستان با همت و با عزت. في الآخر عاش مصر، عاش أفغانستان، عاش إخوة بينهم.